به نام یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان. در این ویدیو طریقه نصب اینستالیشن یم سرور را در ریت هات 9 برای شما آموزش میدهم و در اینجا میایم از اول فایل RHL را انتخاب میکنیم، بعدا میایم داخل ترمینال ریت هات 9 و از اینجا برای اینکه ما داخل سیستم وارد شویم نوشته میکنیم که sudo به اینجا از ما پسورد میخواد. پسورد رو برای شما تایپ میکنیم و داخل سیستم وارد شدیم و در اینجا می نویسیم vim مثلا آصف دات ریپو، یک ریپوزیتری در اینجا درست میکنیم. ریپوزیتری اینجا وقتی که درست کردیم در این قسمت تا کلمه کلید آی را در کیبورد فشار ندهیم، اینجا نوشته نمی شود، فشار میدهیم تا نوشته شود. اینجا فولدری جور میکنیم به نام DVD یک و برایشون یک نام میگذاریم مساوی به اپ استریم و بیس URL مساوی به فایل دو سلش و اینجا میایم یک ترمینال جدیدی باز میکنیم، ویندوی جدیدی باز میکنیم. در این جا می نویسیم که cd run media RHEL و اپ استریم. در اینجا پی رولیا دی رو می نویسیم و آدرس را از اینجا کپی میکنیم. وقتی این آدرس را کپی کردیم میایم داخل اینجا پیست میکنیم و در اینجا GPG چک مساوی به 0 قرار میدهیم و در اینجا یک تا DVD فولدر دیگر ایجاد میکنیم که نامش میگذاریم مساوی به BizOS و Biz URL شا مساوی به فایل و در اینجا دوباره میایم در این قسمت برای که بریم CD اینجا نوشته میکنیم که CD slash run media safe و RHL. در اینجا به رسر ما خواهیم و در اینجا آدرس را میبینیم پیدا بودیم دیر می‌نویسیم و اینجا این آدرس را کپی میکنیم. بعدا در اینجا پیست میکنیم و در این قسمت GPG چک مساوی به 0 قرار میدیم. در اینجا از روی که کیبورد کلمه کلید ESC را فشار میدهیم. در این قسمت WQ را می‌نویسیم که رایت بنویسیم. از اینجا خارج شو. وقتی از اینجا خارج شدیم در این قسمت می نویسیم که برای اینکه آیا همه یم سرور در اینجا لیست شده یا نشده، اما فولدرهایی که ما درست نمودیم برای ذکر رو ببینیم می نویسیم یم ریپو لیست
در اینجا اینستال میکنیم. میگم صداش باید به خاطر که سوال نکند و ان install http و ستاره رو به خاطر میزنیم که تمام اجزایی که از اینجا میخواییم اینستال کنیم تمام همون فایل ها و همون ضروریاتی که داره و باید از اینجا اینستال کنم و بگیرم و به خاطر ستاره رو میزنیم یک ما اینستال نکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.